برای این گل 35 ملیله سفید و 44 ملیله قرمز نخ کردم. بین هر گل 7 یا 8 پایه فاصله میذاریم. از 5 پایه قبلش نخ سبزمون رو که میبینید بافتمون رو شروع میکنیم به طرف جلو. 3 تا ملیله قفل میکنیم. حالا یه زنجیره و 7 ملیله دیگه قفل میکنیم. دوباره یه زنجیره دیگه. حالا بین ملیله اول و دوم وصلش میکنیم. دوباره یه زنجیره. حالا 7 ملیله دیگه میاریم قفلش میکنیم. و دوباره یه زنجیره دیگه و بین ملیله دوم و سوم وصلش میکنیم. دوباره یه زنجیره و دوباره 7 ملیله دیگه. زنجیره رو میزنیم و از ملیله آخر هم ردش میکنیم. حالا به پایه بعدیش وصلش میکنیم تا محکم بشه. دو تا پایه کوتاه به طرف جلو میبافیم. این پایه اول، دوباره یه زنجیره و پایه دوم. برمیگردیم سمت چپ کار. نخمون رو از بین ملیله دوم و سوم رد میکنیم. 2 تا ملیله میاریم قفل میکنیم. حالا بین ملیله بعد وصلش میکنیم. دوباره 2 تا ملیله دیگه میاریم و قفلش میکنیم. و دوباره 2 تا ملیله بعدیمون. میریم روی گلبرگ بعدی 2 تا ملیله میذاریم و وصلش میکنیم. و دوباره 2 تا ملیله دیگه اینجا هم قفل میکنیم. وسط گلبرگ 4 ملیله قفل میشه. وصلش میکنیم و دوباره 2 تا ملیله دیگه قفل میکنیم و از بین ملیله بعدش رد میکنیم. حالا دوباره میریم روی گلبرگ بعدی. 2 تا ملیله میذاریم و نخمون رو ازش رد میکنیم. دوباره 2 تا ملیله قفل میکنیم به طرف جلو. سه تا پایه فاصله میذاریم و نخ رو از پایه رد میکنیم. حالا 2 تا پایه میریم جلو، یه زنجیره، پایه بعدی و دوباره یه زنجیره و پایه بعد. حالا ردیف بعد ملیله ها رو وصل میکنیم. نخمون رو از بین 2 تا ملیله اول رد میکنیم. 3 تا ملیله میاریم و قفلش میکنیم. و دوباره از بین همون 2 تا ملیله اول رد میکنیم. نخمون رو از بین 2 تا ملیله بعد رد میکنیم.
دوباره 3 تا ملیله دیگه قفل میکنیم و دوباره از بین همون 2 تا ملیله رد میکنیم. یکی یکی 3 تا ملیله ها رو قفل میکنیم و از بین اون 2 تا ملیله اول رد میکنیم. اینجا از بین 2 تا ملیله اول و دوم نخمون رو رد میکنیم و 3 تا ملیله هم اینجا قفل میکنیم. و دوباره از بین همون 2 تا ملیله رد میکنیم. یه زنجیره میزنیم و از بین ملیله دوم و سوم ردش میکنیم. وسط گل به جای 3 تا ملیله 4 تا ملیله قفل میکنیم. دوباره یه زنجیره میزنیم و از بین ملیله بعد رد میکنیم. و دوباره این سمت گل رو هم 3 تا ملیله قفل میکنیم. ملیله ها رو که وصل کردیم و تموم شد، 2 تا پای فاصله میذاریم و نخ رو ازش رد میکنیم. این مدل کرشی از جلوی کار بافته میشه. عقب بافت آخرش رو از سمت چپ میبافیم تا کارمون تمیزتر در بیاد. حالا بریم برای بافت آخرش. همینطور که گفتم از سمت چپ شروع میکنیم به بافت. از همینجا میریم روی گل بعدی، از بین ملیله ها رد میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم، از بین ملیله بعد رد میکنیم بدون هیچ فاصله. دوباره میریم روی ملیله بعدی، دوباره 2 تا زنجیره و از ملیله بعد هم رد میکنیم. از ردیف سوم هم که رد کردیم، نخمون رو از پایین از بین گلبرگ ها رد میکنیم مثل پای کوتاه. و دوباره 2 تا از بین ملیله ها زنجیره رد میکنیم. بالای گلمون 2 تا زنجیره که زدیم دوباره همون وسط وصلش میکنیم. و حالا دوباره 2 تا زنجیره و میریم روی ملیله بعد. مثل طرف قبلی گل این طرف رو هم میبافیم. دوباره نخمون رو از پایین رد میکنیم.
نخل خیلی محکم نکشین تا گل کج نشه. و دوباره از بین ملیله ها دوتا زنجیر رد